سلام، به شبکه فلاینگ فیش یوگا خوش اومدید. تمرین امروزمون برای عضله‌های گردن و شونه هست. این تمرین کوتاه به باز شدن هر گونه گرفتگی توی عضله‌های پشتتون بهتون کمک میکنه و همچنین به بهبود گردش انرژی توی قلب و شش‌هاتون کمک میکنه. برای شروع به حالت کراس لگ بشینین و کاملا ریلکس باشین. ستون فقرات کاملا عمود به زمین هست و سر به حالت عمود بالای ستون فقرات قرار داره. برای شروع شونه ها رو اول 10 بار به سمت عقب میچرخونید، شونه رو به سمت بالا میارین، نگاه به سمت سقف میشه و شونه ها به سمت عقب میچرخه 10 بار. خلاف جهت. آزادش کنیم. دستا رو روی شونه ها قرار میدیم و آرنج ها رو 5 بار به شکل دایره وار میچرخونیم. خلاف جهت. زمانی که دستا رو به سمت عقب میچرخونیم، آرنج ها رو به سمت عقب میچرخونیم، عضله های شونه شولدر بلیدمون رو به هم نزدیک میکنیم. آزادش کنیم. حرکت بعدی برای گردن هست. اول کاری که میکنیم شونه توی همین حالتی که هست قرار داره. بدون اینکه سر رو به عقب یا جلو بچرخونیم سعی میکنیم که گوش راستمون رو به شونه سمت راست نزدیک کنیم. دست راست میره بالا، انگشتای دست راست روی گوش چپ قرار میگیره و خیلی آروم سر رو به سمت پایین هدایت میکنه بدون اینکه شونمون رو به سمت بالا فشار بدیم. شونه در واقع از گوش راست فاصله داره. 5 تا نفس نگه میداریم. دست رو آزاد میکنیم، دست رو میاریم پایین. دوباره سر بالای ستون فقرات به حالت عمود قرار داره بدون اینکه شونه چپ حرکت کنه. گوش چپ به سمت شونه چپ حرکت میکنه میاد پایین. دست چپ میره بالا، دست چپ انگشتای چپ روی گوش راست و شونه به سمت پایین و سر به سمت پایین هدایت میشه. 5 تا نفس دوباره. دست رو آزاد میکنیم و سر رو برمیگردونیم بالا. نفس. برای حرکت بعدی دستا رو پشت سر قلاب میکنیم. اول نفس که میخوایم بکشیم آرنجا رو از هم فاصله میدیم، باز میکنیم. قفسه سینه رو باز میکنیم، نگاه به سمت سقف، نفس عمیق و بازدم. آرنجا رو به هم نزدیک میکنیم، پشت رو گرد میکنیم و نفس رو کاملا خارج میکنیم. 5 بار این کار رو انجام میدیم. آرنجا از هم دور میشه، سر به سمت بالا و بازدم. یه بار دیگه آرنجا باز و آرنجا به هم نزدیک میشه. نفس، دم و بازدم. آخرین بار کاملا قفسه سینه رو به سمت جلو فشار بدین و بازدم. سر رو به سمت پایین نمی کشیم، اجازه میدیم که وزنی که روی دستا هست سر رو به سمت پایین هدایت کنه. سر رو آزاد میکنیم، شونه ها رو به سمت عقب میچرخونیم. دوباره پوزیشنمون رو برمیگردیم به حالت قبلش. ستون فقرات کاملا عمود به زمین هست. دست راست و کف دست راست رو قرار میدیم روی زمین کنار باسنمون. دست چپ میره بالا و آرنج دست راست رو بدون اینکه بدن رو بچرخونیم آرنج دست راست خم میشه و بدن رو به سمت راست میاریم پایین.
سر به سمت راست میچرخیم و نگاه به سمت بالاست، نگاه به سمت سقف. ستون استخوان نشیمنگاه هر جفتش به زمین وصله. برمیگردیم بالا، دست راست میاد بالا، دست چپ کنار بدن روی زمین قرار میگیره. آرنج دست چپ رو خم میکنیم و بدن رو کاملا به سمت راست میکشیم و نگاه به سمت سقف. دوباره میایم بالا، دست چپ میاد بالا، دست راست روی زمین و بدن رو کاملا میکشیم. برمیگردیم بالا، آزادش میکنیم. به حالت کراس لگ میشینیم و اینکه دست راست رو میبریم بالا، آرنج دست راست رو خم میکنیم، کف دست راست بین شونه ها قرار میگیره، دست چپ موازی با خط شونه ها باز میشه، دست چپ میچرخه به سمت عقب، میشکنین آرنج رو و دست رو میبرین عقب، انگشتای دست راست رو میگیرین و تا جای ممکن سعی میکنین که دوتا آرنج رو از هم فاصله بدیم و سر کاملا عمود به بدنه. اگه دستاتون به هم نمیرسه میتونین از یه شال یا استرپ استفاده کنین، بین دوتا دستاتون بگیرین و دستا رو کشش بدین تا جای ممکن تا شونه هاتون باز بشه. اول دست چپ رو آزاد میکنیم، بعد دست راست رو آزاد میکنیم، خلاف جهت انجام میدیم. دست چپ میره بالا، بین دوتا شونه ها قرار میگیره، دست راست موازی با خط شونه ها باز میشه، دست راست رو میچرخونیم به سمت عقب، آرنج رو خم میکنیم میبرین عقب و انگشتای دست چپ رو میگیرین. تا جای ممکن سعی میکنین که آرنج رو از هم دور کنین. سر کاملا عموده. 5 تا نفس میکشیم. اول دست راست رو آزاد میکنیم، بعد دست چپ رو. حرکت بعدی حرکت بوتایی هست که برای این حرکت روی زمین روی شکم اول دراز میکشیم، دستا رو میایم روی آرنجامون قرار میدیم. اولین کاری که میکنیم دست چپ رو از زیر دست راست رد میکنیم، کف دست چپ به سمت بالاست، دست آرنجا رو توی یه خط قرار میدیم. اول دست راست رو هم میچرخونیم، کف دست راست به سمت بالا و حالا سعی میکنیم که دستا رو تا جای ممکن از همدیگه دور کنیم و وزنمون رو میندازیم روی دستا و سر رو بهش تکیه بدیم. میتونید اون رو زیر پیشونیتون قرار بدیم و پیشونی رو روی یوگا بلاکتون یا بالشتون یا هر چیز دیگه که برای ساپورت ازش استفاده میکنین پیشونی رو روی اون قرار بدین که مقدار فشار کمتر بشه و سعی کنین که تا جای ممکن پشتتون رو باز کنین. حالا آروم اول دست راست رو باز میکنیم، دست چپ رو برمیگردیم بالا، جهت رو عوض میکنیم، دست راست از زیر دست چپ رد میشه، کف دست راست به سمت بالاست. اول آرنج ها کنار هم دیگن، دست چپ میاد کنار دست راست قرار میگیره، آرنج ها توی یه خط، دستا رو فشار میدیم، از همدیگه فاصله میدیم و میریم پایین، پیشونی روی زمین. 5 تا نفس میکشیم. خب حالا آروم دست چپ اول باز میکنیم، قرار میدیم میایم روی آرنجامون،
کف دوتا دست رو روی همدیگه قرار میدیم. سر رو میزیم، پیشونی رو میذاریم روی پشت دستامون. دست راست رو کنار بدن توی خط شونه بازش میکنیم. آرنج رو میچرخونیم، دست رو به حالت 90 درجه روی زمین قرار میدیم و دست چپ رو کنار سینه روی زمین قرار میدیم. زانوها رو، پاها رو به هم میچسبونیم، زانوها رو خم میکنیم و بدن رو به سمت چپ به سمت راست میچرخونیم. روی گوش راست قرار میگیریم، روی باسن سمت راست قرار میگیریم و پاها کنار روی همدیگه است. برای اینکه این حرکت رو برای اینکه کشش رو توی این حالت بیشتر احساس کنیم، میتونید دست چپ و پشت دست چپ رو روی کمرتون قرار بدین و پای چپ رو به عقب بکشین و بازش کنین. سعی کنین که قفسه سینه رو کاملا بازش کنین. 5 تا نفس میکشیم. آروم پاها رو روی هم قرار میدیم، دست رو آزاد میکنیم کنار قفسه سینه، روی زمین میذاریم، بدن رو میچرخونیم، دوباره میایم روی شکم قرار میگیریم. دست راست رو میاریم زیر پیشونی قرار میدیم، دست چپ کنار بدن توی خط شونه صاف باز میشه. آرنج میچرخه، 90 درجه قرار میگیره. دست راست کنار قفسه سینه قرار میگیره روی زمین و آروم بدن رو به سمت چپ میچرخونین. گوش سمت چپ روی زمینه و بدن به سمت چپ چرخیده. دست راست پشت کمر قرار میگیره و پای راست میره عقب. 5 تا نفس میکشیم. آروم دست رو برمیگردونیم، زانوها رو روی هم قرار میدیم و بدن رو میچرخونیم. دوباره روی شکم یه خورده استراحت میکنیم، پیشونی رو روی پشت دستا قرار میدیم و برمیگردیم به حالت کراس لگ میشینیم. با دستا نفس میکشیم. یه بار دیگه و آخرین بار. امیدوارم که این سری از تمرینات به باز شدن عضله‌های گردن و شونه‌تون کمک کرده باشه. روز خوبی داشته باشین.